خب بچه‌ها یه خبر خوب. درست پیش گواهینامه‌مو گرفتم و فوی تصادف کردم و باید خیلی آروم برم که مثل الان تصادف نکنم. سرعت تو اتوبان کلا 20 داره و اصلا من نباید تخلف قانونی کنم، چون چی؟ برای جونم و پولم چیز خطرناکه، یعنی هم جونمو میگیره هم جریمه میشم و امکان داره تصادفم. وای از بغلم رد شد. وای نزنین به من. خیلی آروم. وای اینا چقدر سرعت میرن. بچه‌ها من الان یه ساله که گواهینامه گرفتم و رانندگی و فول شامه. بابا گاز بدین دیگه، مگه نون نخوردین؟ اصلا جون ندارن تو اتوبان گاز بدن. اینا رو نکن. چقدر آروم میری؟ برو بابا، خیلی آروم میرن اینا. ای بابا اتوبانم که خیلی شلوغه. پس بذار از کوها بریم بالا، کوه بریم اونور. اوه محمد آهنگو بذار. مشتسن الو مشتسن چل بلبل بزن کله میشل مل بزن کار فلفل نزن الو مشتسن الو مشتسن شوبه باز ریش بزن